دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، روز خوبی داشته باشید. سوال پرتکراری که از ما پرسیده میشه که چه کسانی کاندید عمل جراحی‌های چاقی به خصوص جراحی اسلیپ هستند، جوابش اینه که افراد که مبتلا به اضافه وزن هستند و معیار اضافه وزن یا چاقی معیار شاخص توده بدنی یا همان BMI هستش که در واقع نسبت وزن قد هستش، که در بیمارانی که بالای 40 هست این نسبت، یعنی اضافه وزنشون نسبت به قدشون معیار بالای 40 داره، کاندید مناسبی برای جراحی اسلیپ هستند و سود خیلی زیادی از این عمل خواهند برد. بقیه بیماران که BMI پایینتری دارند، در صورتی که بیماری‌های زمینه‌ای همراه مثل بیماری‌های فشار خون، دیابت و یا کبد چرب و بیماری‌های مختلف آرتروزهای پا، کمر، زانو و مشکلات ستون فقرات دارند که اضافه وزن مانع از زندگی راحتی براشون میشه، میتوانند این جراحی رو انجام بدهند. در عمل اسلیپ فقط حجم معده کوچیک خواهد شد، یعنی معده‌ای که حالت کیسه‌ای داره تبدیل به یک موز خیلی باریک میشه، فقط جهت عبور مواد غذایی هست و جایی برای پرخوری و پراشتهایی وجود نداره، ولی هیچ تغییری در میزان جذب مواد غذایی اتفاق نخواهد افتاد و جذب غذایی که عمدتاً از روده ها انجام میشه هیچ دستکاری نخواهد شد. بنابراین هیچ جای نگرانی برای کاهش جذب بعد از عمل اسلیپ وجود نخواهد داشت.